میگم که اکنون اصلاحات لیست دولت مطابق دوستان باشون غیر قراردادش نیست. این نوع کفایه است. دوره مسئله دوغی که باید بکنه که امی که بود دیگر میگیم در اون مسئله اساسی اینجا میگه در امی مکمل کردن ساختار وزارت، تامین نمودن با کادرو شایسته سالار کامپتنت پرسنل که میگیم به طور شفاف کار کردن و در پیش مردم اثبات دهنده بودن، بلند برداشتن اعتماد مردم به میلیسا، دستگیری میلیسا از طرف خود جامعه، چون که جامعه دستگیر نکرد میلیسا هیچ کار کردن نمیتونه، و پس کردن جنایتکاری توسط به طور موثر پیش بردن شورای قانونگذاری مسائل حقوق و آزادی انسان و شهروند. ما انوستیشن اینو امروز به من شما توسط وزارت ها میدیم و برنامه گرانتی توسط تشکیلات و شریکان روش ما باید فهمیم که در ولایت چی است، کدام برنامه هستند، برنامه را توقیم برای پیش اینوسترهای خارجی، اینوسترهای داخلی که ما با مبلغ دیم. اون چیزی که مثبت کردیم اینا تشکر به جناب بولی با حکومت جمهوری ترکیه که رفته مصرف کرده مبلغ پیدا کرده بغیر از یک تشکیل گفته که اینا ما پیدا کردیم و دیگر 100% اینا توسط وزارت ها به ما و شما میبینند. در پیام خود پیشوای ملت یکی از وظیفه کلیدی که در نزد مقامات ها گذاشت این جلب نمودن انوستیسیون خارجی بخصوص در امین شب روز در امین سالهای وزنی این وظیفه یکم درجه ما جمع نمودن انوستیسیون هم توسط برنامه کرون هم کار با شریکان روش در دیگر مملکت ها همین شیوه که شما دارید. آیا میکنن تعلیل بازار میکنن تباد میگن که بچه هم این که ما آنها حاضر همین اقتصادچی و این در جمهوری همین قدر است لیکن انمی کسبان نمیرسند هستند کسبان ضروری که امروز شما حتی نام آنها را نمیدونید. حاضر 90% آنلاین کار میکنند، نفران که کامپیوتر کار میکنند، نفران که برنامه سازند، نفران که تمام دیگر خیلی چیزا تو کسبای معلم و دکتر اینا به ما کودکان میدونند لیکن کدام روی نوعی با نشون میدیم چخیر ما کسب معرفی میکنیم این تمام کرد دیگر است. من این سال ما در قریب 600-500 معلم جمع فرستوندن از وایو ما آمدی 58 نفر 78 نفر جو کرد تمام دیگر وقتی که هم کودک کسب معلم انتخاب موجود پسرم یا کسب معلم خوب است لیکن در می بدشون کار کردن نمیتونید تو با موده باشید در خطلا میروید در سرخ میروید در رشت میروید در هر جای دیگر میروید یا دکتر حاضر در فرونکت ما قریب 38 نفر همشیره طبی در نوبت است. در ولایت صبح در ولایت خطاب قریب 300 نفر نمیرسند. وقتی که کسب انتخاب کرد میگن که بسیار کسب خوب است هم خودت هم کودکت هم خشت بار توبت میکنی لیکن جای کارش محدود است. فارماسی باشد نداریم دیگر کسب با درمان نمیرسند. این انجینیر مهندس زمینساز 17 تا شتات در ولایت خالی داریم. گیتیس دونجا خورد خط میکنن ولی جا نداریم گیت تکنیک سروژه نداریم اوانبور نداریم گیسو با دوسته کس است زملمه نداریم ویدورش دولت نداریم اگرانو نداریم دیگر چیز نداریم در مورد کسبای ساختمانی در واقع تماما قابل نزدیکی است. نام انا پایتور کردن از روسی اومدگی و اگر نه گرفتن سنتکنیک و الکتریک و دیگر چیزا در شهر خود دولت و دوستان باشن خیلی میکنه. کسبای کارگری در واقع خیلی کسب نیستند. از آن مردم وجود مردم ایفای بود در روز شوروی درشنده میدانه و دوست انسان کلودن یا سازساز بود یا توفله تعمیر میکرد یا لباس میدوخت یا متکار میکرد پولش از پول معلم از پول دکتر 100 مرتبه زیادتر بود. در ما در روسیه در ساختمان کار میکنیم در شهر خود بچه‌های شهر خود در ساختمان کار کردن نمیخواد 60% کارمندان خارجی منزل کمونالی از قشتاق هستند یا بیچاره کسل است یا چیز دیگر دارند. در مرکز تبسم امروز که با مردم کسب می‌آموزیم تو چند روزا یا پروفسیونالی هستند آیا در مدت 1 ماه 3 ماه ما میتونیم پروفسیونال پیدا کردن یا این فقط با گفته روزا نه لوبیتیز که فقط همین وقت گذرونی
رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف تاکید داشت که موفقیت کار میلیشیا و دیگر ساختارهای حفظ حقوق نباید از روی شماره چند نفر جنایت صادر کرد، چقدر یراق مصادره شد یا با کدام تعداد مبلغ جریمه سپاریده شد، بلکه تا کدام اندازه میزان جنایت صادرکنی نسبت به سالهای پیش پایین رفته است صورت بگیرد، چون که زیاد شدن وضع جنایتکاری و قانون شکنی معنای معرفت سست تربیت حقوقی داشته. در این مورد رهبریت ولایت نسبت فعالیت شوراهای جمعیتی و گروه اوانگارد نیز اظهار ناراضگی بیان نموده، ابراز داشت که در حالتهای دشوار از آنها قریب درکی را نمی‌یابد.